اگر امروز بهت بگم شخصیت تو اون چیزی نیست که فکر میکنی، آیا این حرف منو باور میکنی؟ شاید تمام چیزایی که بهش باور داری نتیجه یه دروغ تاریخیه که توی ذهن ما حک شده. توی این ویدیو میخوام در مورد یه حقیقت عجیب صحبت کنم که میتونه همه تصورات خودتو از شخصیت و باورها تغییر بده. آماده که باهاش روبرو بشی؟ در قرون وسطا کلیساها باورهای عجیبی رو به مردم القا می‌کردن. مثلا به اونا میگفتن سرنوشت چیز از پیش تعیین شده است. اگر تو فقیر به دنیا آمدی پس تا آخر عمرت فقیر میمونی. و این شروع دروغ‌هایی بود که توی ذهن ما حک شد و همچنان هم توی ذهن ما قرار داره. شاید امروزه ماها به سرنوشت و تقدیر اونقدری که قرون وسطا اعتقاد داشتن اعتقاد نداشته باشیم، اما یا واقعا ذهن ما آزاده یا اینکه باورهایی هست که عمیق‌تر از این حرفاست و ذهن ما رو داره کنترل میکنه. توی سال 1971 یه آزمایش عجیبی انجام دادن. یه سری آدم رو انتخاب کردن و بهشون 2 نقش دادن. نقش اول زندانی بود و نقش دوم زندانبان. بعد از گذشت چند روز دیدن که این آدما دارن تغییر رفتار میدن و دارن به صورت غیر انسانی رفتار میکنن، فقط به خاطر اون نقشی که بهشون داده بودن. حالا فکر میکنید چقدر از رفتارهای ما تحت تاثیر اون باورها و نقش‌هایی که جامعه و تاریخ به ما تحمیل کرده. یه حکایت قدیمی توی ژاپن هست که میگه هر آدمی 3 چهره داره. چهره اول اونیه که به دنیا نشون میده، چهره دوم اونیه که به دوستان، آشنایان و دور و بریای خودش نشون میده و چهره سوم اونیه که حتی به خودش هم نشون نمیده. و خیلی خیلی تعداد کمی هستن که اون چهره سوم و واقعی خودشونو تونستن ببینن و شروع کردن به تغییر دادنش. حالا بریم سراغ این که اصلا تو واقعا کی هستی؟ من واقعا کی هستم؟ شخصیت من و تو اون چیزی نیستش که توی جامعه، مدرسه، خانواده بهمون تحمیل کردن. اون فقط یه نقشه قدیمی بوده که تا به امروز باهاش پیش اومدیم. اما از امروز به بعد باید تلاش کنی تا نقشه جدید خودتو بکشی، تا شخصیت قابل قبول خودتو بسازی. باید از بازسازی هویتت شروع کنی و یه سفری داشته باشی به خود واقعی درونیت و شروع کنید به پیدا کردن باورهایی که به تو تحمیل کردن، مثل برچسبایی که به هممون چسبوندن. تو خجالتی، تو عرضه نداری، تو لایق موفقیت نیستی و هزاران هزار برچسب دیگه که چه خانواده، چه جامعه، چه هر جای مختلفی که رفتیم به ما چسبوندن. و این برچسبا بعد از چندین بار شنیده شدن تبدیل شده به باور برای تو. باوری که شاید الان تغییر دادنش خیلی سخت باشه، اما 100% میتونی تغییرش بدی. روانشناسا معتقدن که شخصیت ما کاملا انعطاف پذیره و میتونه با آگاهی و تمرین تغییر کنه. و بازسازی شخصیت یعنی تو باور کنی که میتونی هر زمانی که بخوای خودتو دوباره خلق کنی. و شخصیت چیزی نیستش که تو بگی من این شخصیت رو دارم و دیگه تمام تغییر نمیکنه. نه، شخصیت اون چیزیه که میتونی تو هر روز تغییرش بدی، هر روز با یه باور جدید، با یه انتخاب جدید و هر عادت کوچیکی که بیاری توی زندگیت و باعث بهبودت بشه شخصیتت رو تغییر میکنه و هر روز به اون شخصیت دوست داشتنی خودت میتونی تبدیل بشی. چون دیگه توی این ویدیو خیلی طولانی میشه و از مبحث اصلیمون جدا میشیم، من مراحل بازسازی شخصیت و هویت رو کامل توضیح ندادم. اما اگر دوست داشتید که بدونید حتما برام کامنت بنویسید، تلاش میکنم که یه ویدیو در مورد اونم براتون درست کنم. اما خب در ادامه 2 تمرین رو بهتون میگم که کاملا ساده است و میتونه کمکتون کنه توی این راه. تمرین اول اینجوریه که باید یه کاغذ بردارید و 3 سوال از خودتون بپرسید. اولین سوال اینه که بزرگترین باوری که در مورد خودت داری چیه؟ مثلا من آدم باهوشیم، من آدم خجالتیم، من آدم تنبلیم، من آدم موفقیم. باورایی که در مورد خودتون دارید و اصلی ترینش رو بنویسید.
دومین سوال اینه که این باور اصلا از کجا آمده؟ آیا کسی به تو تحمیل کرده یا تجربه‌ای باعثش شده که این باور به وجود بیاد؟ مثلا شاید اینکه من خجالتیم، خانواده‌م اینو بهم گفتن و ناخودآگاه رفته تو ضمیر من که من خجالتیم و توی زندگیم دارم نقش خجالتی رو بازی میکنم، چون باوریه که به من داده شده. مثلا میگم من آدم باهوشیم. این از کجا آمده؟ مثلا من تجربه کردم، توی موقعیت‌های مختلفی بودم که دیدم خیلی سریع دارم یاد میگیرم، خیلی فعال ذهنم، هوش خوبی دارم. این بهم ثابت شده از طریق تجربه. پس در مرحله دوم می‌نویسیم که این باور از کجا آمده؟ آیا به تو تحمیل شده یا از طریق یه تجربه، یه اتفاقی اینو متوجه شدی؟ و سوال سوم اینه که اگر این باور دروغ باشه، چه چیزی رو میخوای جایگزین این باور کنی؟ مثلا یکی میگه توی باور اول که چه باوری در مورد خودت داری، میگه من آدم خنگی هستم مثلا. بعد توی سوال دوم که از کجا این باور به تو رسیده، میاد میگه که از طریق خانواده. مثلا زمانی که میرفتم مدرسه، مادرم به من میگفت چقدر خنگی، یاد نمیگیری، و این رفته رفته شده باور من. حالا توی سوال سوم که اگر این باور دروغه، چه چیزی رو جایگزینش میکنی، میاد مینویسه من آدم کنجکاو و باهوشی هستم، فقط باید بیشتر تلاش کنم. و این میشه پروسه‌ای که باید طی کنید در مورد باورهاتون و هر باوری که دارید بنویسید، ببینید از کجا اومده و چه جمله‌ای رو جایگزینش میکنید. و تمرین دوم اینه که هر روز 5 دقیقه وقت بذار و خودت رو اون چیزی که دوست داری تصور کن. یعنی خودت رو به عنوان یه هنرمندی تصور کن که داری خودت رو بازسازی میکنی، داری هویتت رو تغییر میدی، داری از نو خودت رو خلق میکنی، چون ذهن ما با تکرار تغییر میکنه. پس تو هر روز اون شخصیتی که دوست داری رو تصور کن که همون شکلی هست. و در آخر باید بگم شخصیت تو مثل یه مجسمه ناتمام میمونه که ابزارش دست توه، فقط تو میتونی تغییرش بدی، فقط تویی که میتونی این مجسمه رو تکمیل کنی و هر روز باید یه تیکه از این مجسمه رو بسازی و تموم کنی. پس از همین امروز شروع کن. و اگر دوست داشتی توی کامنت ها برام بنویس که شخصیتتو چجوری باز تعریف میکنی، هویتتو میخوای چجوری بازسازی کنی. خوشحال میشم و همه کامنت ها رو میخونم. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودی. مرسی که این ویدیو رو لایک میکنی، منو سابسکرایب میکنی و این ویدیو رو بفرست برای اون کسانی که حس میکنه نیاز دارن به بازسازی هویتشون، به دست آوردن دوباره خودشون.